صلاة وسلام نور صلاة وسلام Hazır Osman Karbala Vay Hazreti Hasan Hasan Anam gördüyseniz bugün sadece üstünden böyle. Mutlu fıçıdan ve cennetin bakıya. Duayı
عایشه میگه السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین و إنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافیه. با داخل شدن به جنت البقیع یا به بهشت بقیع، به قبرستان بقیع، ما بر آنها برای اهل دیار سلام دادیم و گفتیم که ما آنانی هستیم که بعد از شما آمدیم هر آینه ما با شما در روز قیامت با شما از جمله کسانی هستیم که با شما وا میخوریم. ما هم برای خودمان و هم برای شما اهل بقیع از الله متعال عافیت را خواهیم. قبرستان بقیع تاریخی قبل از اسلامی داشته، فعلا 180,000 کوادراتی 180,000 کوادرات است. قبرستان بقیع از عایشه صدیقه ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها حدیث است که پیامبر صلی الله علیه و سلم به زیارت بقیع آمد و بقیع رو در اینجا زیارت میکرد. خب زیارت بقیع برای هر یک زیارت کننده فضل است. هر یک قبرستان را علل اقل در یک ماه یک بار زیارت کردن سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. زیارت قبرستان ها انسان را مرگ رو به یادش میارند. برای همین هم برادران توصیه در هر جایی که باشه باید که به خاطر باید آوردن زندگی و جاوید اخروی باید که به قبرستان به هر قبرستانی که باشه از جمله خاص زیارت بقیع. در زیارت بقیع در زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در معرکه بدر بودند در اینجا فرزندش رقیه از دنیا گذشت و همچنین برادر رضاعیش عثمانی بن مزعون که همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم از یک مادر شیر خورده بودند و عثمانی بن مزعون هم از دنیا گذشت. چون پیامبر صلی الله علیه و سلم اومد، عثمانی بن مزعون این صحابی اولین شخصیتی شد که در همین قبرستان دفن کرده شد. و این چنین فرزندش رقیه و این چنین از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم در اینجا شهید عثمانی بن عفان خلیفه النبی و اصحاب دیگر نیز در اینجا دفن کرده شدگان و ازواج مطهره نبی صلی الله علیه و سلم ام المؤمنین ها از عایشه رضی الله تعالی عنها سرکردگی تا دیگر امها مگر دو همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم که یکیش میمونه بنت حارث در 15 کیلومتری مکه و دیگرش خدیجه ابن خویلد در قبرستان معلم ان شاء الله در مکه در روز هم به زیارت میریم و دیگر همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم در اینجا دفن کرده شدگان. از جمله دفن کرده شدگان همچنین در اینجا عمت پیامبر صلی الله علیه و سلم عباسی عبدالمطلب و حسن بن علی بن ابی طالب از جمله دفن شدگان و صحابی حبر امت عصای پیامبر کفی پیامبر از صحابگان جلیل و عالم صحابگان عبدالله ابن مسعود در اینجا دفن کرده شدگان. و این چنین بعد این از موقعیم مشهور به امام زین العابدین است علی ابن حسین، من همون کسی که در کربلا زنده مونده بود علی ابن حسین مجدون همین بقیه است. و این چنین فرزندان اون محمد ابن باقر، امام جعفر صادق و بالاخره و امام چهارگانه امام دارالهجره میرسیم به امام مالک بن انس مدفون همین بقیه هستند. و غیر از این زیاده از 10,000 صحابی در همین بقیه فقط از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم 10,000 صحابی که بعضی از آنها ان شاء الله ما فقط بعد احد میریم و معرکه احد در اونجا بیان میکنیم. بعضی از زخم شدگی های در معرکه خود آمدن در مدینه که از دنیا گذشتن و در همین بقیع دفن کرده شدن همون زخمیش. بقیع قبرستانی بود که در اینجا بگید خوزی کسته که ما میبینیم
کسی در اینجا قبر مخصوصی کسی را که ما نام گرفتیم در اینجا نکنه. برای همه همینا ما باید دعا بکنیم. برای همین کسانی که ما نام شما گرفتیم این فقط برای خاطر معلومات برای شما رسوندن بود که همین شخصیت ها در اینجا گور کرده شدن. مخصوص قبر کسی را در اینجا کسی جستجو نکند که قبر او کس نیست. با چی خاطر؟ برای که بعد از اسلام مردم با حد بگیم زیاد با پرستش قبرها مشغول شدن که بعضی آدم ها از اولیاء و بزرگان چون که در همه جا گور کرده شده بودن در اینجا بسیاری از بزرگان در اینجا بعدا هم آوردن در اینجا گور میکردن در اینجا بعضی از علما را هم خوب همه خیلی حتی مثلا بعضی کسانی که به زیارت نبی به زیارت حرمین شریفان در موسم حج میآیند هم از دنیا میگذرند در حالت احرام شونه که در حالت زیارت مسجد نبوی در همین جا گور کرده میشوند. ما شاهد هستیم که در همین جا یک توجی گور کرده و تو هنوز هم بگم در همین قبرستان گور میکنن. تو هنوز هم در همین جا یک توجی که گور کرده فرزنداش به همین جا به زیارت میآیند. خوب دیگر مردم وقتی بعد اسلام با مردم زیادتر وقتی که اسلام بگیم زمام اداره مسلم اداره اسلام به دست بعضی آدمای خود که مردم بیشتر از دایره اسلام با قبر پرستی اجازه دادن و منشون از قبر پرستی نکردن بسیاری کسان آمدن در اینجا قبه ها یا که مناره های در بالای قبرها در مناره شخصیت هایی که با قبیله ها و با قومیت و با ملیت های خودشون نسبت بدن در بالای اویا قبه های کلان ساختن. فقط حتی بعضی از قبه های بعضی از اشخاصی که در نظر همون قوم یا همون ملیت بزرگ بود از قبه پیامبر صلی الله علیه و سلم هم بزرگتر شد. همه با زیارت آن میومد با زیارت همون چی خودشون بودن با حد بود که قبر رسول صلی الله علیه و سلم برای بعضی ها حتی بگیم که به اهمیت شد. علامت به اهمیتش اینه که هر مصری ها فقط برای پیش اولای خودشون میمودن، عراقی ها پیش اولای خودشون میمودن، آسیای مرکزی ها و آسیای میانه برای قبرستان خودشون، خراسانی ها برای اولای خودشون با همینجا زیارت میومدن. خوب خداوند در هر یک عصر یک مجدد را میفرستد و خداوند نصیب گرداند همینجا با آل سعود و با اجتهاد یکی از علما محمد ابن عبدالوهاب سبب شد که از همه قبه ها و همه چیا از بین برده شدن. حتی بعضی هاشون به یگان صحابی نسبت داده شده بودن، همینا از بین برده شدن. انا همین چیز بود که عالمی را در تمام عالم در تریتوری که تحت تصرف خلافت ترکان عثمانی بود و درجه محمد ابن عبدالوهاب بد کردن که گویا که و یک ویران کننده همین چیز باشد. یعنی همین عمل سبب شد. خب همینه که برادر هر یک مجتهد کننده یک خطایی میکنه و الله اعلم این یعنی اولی مملکت عربستان سعودی را بگیم قاعده‌اش همین بود یا که امر ملکای عربستان سعودی همین بود که قبرستان بقیه به همین شکل گذاشته شود که در اینجا فقط بزرگترین و مهمترین جای زیارت فقط و یگانه قبه‌ای که باید بماند آن همون قبه سبز پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد. تمام. برای همین امروز ما در همینجا در دیدن من یگان قبر مخصوصی که به یگان شخص نسبت شده یافت نمی‌کنیم. خب در برآمدن من در اینجا یک دعا میکنیم با اهل بقیه و از الله متعال پروردگار رو طلب میکنیم که پروردگار رو خداوند مجید متعال چگونه که ما رو نصیب کرده که ما از جمله زیارت کنندگان اهل بقیه باشیم. پروردگار رو بقیه یا از جمله عشره مبشرین نیز در اینجا دفن کرده شدگان. پروردگار رو اصحاب کرام و عشیره مبشرین آنها کسانی هستند که پروردگار رضایت و رحمت خود را بالای آنها کرده. پروردگار را از تو طلب میکنیم که چگونه که از آنها راضی شدی پروردگار را تمسک کننده و پیروی کننده و اقتدا کننده به آن همان صحابیایی که در اینجا دفن کرده شدند. پروردگار ما بندگان عاجز و ناتوان با تواضع به اینجا آمدگیم از تو طلب میکنیم پروردگار رضا و رحمت خودت را نیز بالای ما رحمت خود رو بالای ما بریزان پروردگاران و برای اهل بقیه و برای گذشتگان اینجا از تو طلب مغفرت و طلب
رحمت و رضای تو را طلبگاریم. آمین یا رب العالمین. ما